شهادتت مبارک. ما در راه اسلام خدا قربان. انشالله. انشالله. آمین. بسیار خسته معلوم میشی، از راه دور آمدی. حوصله که بسیار وقت کم به شام مانده، خرما رو هوا بگید روزه افتاد. لا حول ولا خدایا، ما خب برای غلط همان هستم. این مردم ما مسلمان هستند. کشتن برادر مسلمان خود سبب بدبختی دنیا و آخرت میشه. ما از این کار منصرف نشیم. خدایا من را ببخش. برادر، من انتحاری هستم. میخواستم خود انتحار کنم. بیادران نترسین، ما خود تسلیم میکنم. شما بیادران هستین، نترسین. برادران ناراض، جمهوری اسلامی افغانستان خانه مشترک همه ما و شماست. بیایید از قتل و کشتن هموطنان بیگناه خود دست کشیده و پروسه صلح بپیوندید تا یک کشور اسلامی مترقی داشته باشیم و همه با هم در یک فضای صلح آمیز